همین قطاره تاجیکستان که روی خط سیر روسیه دوشنبه مسکو دوشنبه به وارد خاک تاجیکستان شد، همراه با 17 مهاجر کاری تاجیکی در خط در ایستگاه آقسرای مرز میان قزاقستان و روسیه از طرف مقامات روسیه فراورده شده بودند و به تاجیکستان آورده شدند و این همون قطاری است که حالا در به ایستگاه ترسونزاده آمد و ما حالا در ایستگاه راه آهن ترسونزاده 60 کیلومتری شهر دوشنبه قرار داریم و کوشش میکنیم که با خود مهاجرات تا به دوشنبه برویم. ما در همین واگنی هستیم که همینجا درباره اون 17 نفر مهاجر کاری که گفتیم رسیدن همینجا قرار دارند و ما کوشش میکنیم با چند نفر از اونها هم صحبت شویم و همین حالا سلام علیکم بچه‌ها، خوش آمدید. خودتون رو معرفی کنید. نام ما قاسم نوروز سایالیموویچ. ما رو روزی 14 شب 14 از ایستگاه اکسرایسک برای که وزرشنی داشتیم برای امقا فرو بردن. بعد اون که شما فراموده چیکار کردید تا این روزی که شما رو آوردن؟ بعد ما فرامدیم اکا یکمش بلیتمونا الکترونی بود پرادیلنی نکردن، یکم گنوی پاگرانیچنیکو جوش مثال می اومد اکا مثال نان چای میخوردیم برای خیلی سوم نداشتیم. السلام علیکم بچه ها، شما چقدر خوش آمده خیلی ما اونجا 2000 اشتراک سپردیم آمدیم خیلی مایده اینم 3 روز خورده ایما هیچ که پلام نگیری پلی اگرام شده آمدیم همش جای خوبش هستلشون به پول خوراک 3 روز همینجا خورنده آوردن. هزار رحمت به همین مینداری به همه ما میکنیم از طرف این بخش رو در همین روز یا روز دیگه میشن گوسپند داره این پویز کشتن که خیلی آدمو در خونش میکشن گوسپند کشتن بچه‌ها رو مهمانداری کردن که من بچه‌ها مقصد شدم. ایستگاه اکثر است که من خودم قبول کردم، هر کدامشون تو خدام واگن بلیط داشته باشه همشون آورده، من خودم با خنده با خوشرو همون واگن با سوار کرده جای خوابشون نشون داده با همون بیلیشون همون جا وقت خوابشون بی پول بهچه همه چی تعیین کرده. تو از اکثر است که تو من همینجا رسیدن یک روز با 3 بارم 4 بارم خبر گرفته با همون دیرکتور رستوران طرفخانه سعید فردوس کرده همونجا 3 بار 2 بار اوقاتای گرم کرده اوقاتای خوب کرده همونا تامین کرده آمدیم. بازپرسی حکومت جمهوری تاجیکستان راه آهن تاجیکستان وظیفه‌دار گردیده است که با هر راهی که نباشد شهروندان کشورش رو بیرون از مرز جمهوری نگذارد. آنها با هر راهی که باشند باید به وطن خود برگردانده شوند، چون همه آنها عائله دارند، فرزند دارند. همینطور گروه 17 نفری مهاجران کاری تاجیک به دوشنبه رسیدند و حالا انتظار می رود که یک گروه 22 نفره و همچنین یک گروه 9 نفره به خوجند برده شود و همینطور روز جمعه آخرین گروه به دوشنبه آورده میشن که این هم با اقدام راه آهن تاجیکستان صورت گرفت. میرزا نبی خالقزاد، امرین عالم، رادیو آزادی، دوشنبه.